وجدانت کمتر از وقت چی با دروغ میزنه که رای ما 6600 سومون دادیم پدر بیارا بتا تو چی در کارتای پدر نپرداخت اینا برای ما $100 آمریکایی را بسیاری گفتن که مادر ساز بود پدر ساز یا زندگی خیلی نیستن اینا جای خوبی پدر اینا مادر عزیز در همه جایی که در همه کلبه همشون خوبه دوشو ما کماندیروفکا رفتم اومدم سه بیگهشت بود دارو کردیم فرزند یکون نمیدونم او شیر انسان خوردگی یا شیر حیوان خوردگی همون کامنتر شدید ما چیزون در دروغ میگیم مخی بچه‌تون در کجا در ترمای در ترمای تاتارستان ترما 8 سال ترما ده 8 سال دادگی پسر 8 سال دادگی چنماد یک کد روی کمیته کن اما ماشینیکا زنگ هر کسی در پخش مستقیم التماس همین نورا یا لایک مون یک کامنتر بنویس نورا با دوستو با رفقاتو پادلی سکنه بهترین میشه که بالای فرزند در ملک غریبی در محبس یگون نفری ندارن که دستگیری کنن. مرکز خدمترسانی سیارت شاب همروزه از ساعت 9 تا 12 شب با وقت مسکو با داروها و حجامه خود در خدمت شماست. از جمله هر گونه مزها برای استخوان درد و پادرد و اینچنین داروهای ترکی برای پروستاتا، دارو برای رزاندن کرم اشکم و روغن ماهی برای روشنایی چشم. از فرمای عربیان مید و سنمید هر نمود علفهای گیاهی با عسل آمیخته شده داروها برای بسیاری از دردها. هر گونه صابونها برای داغهای رو و دستها و اینچنین شامپونها از فرمای تریچا برای نریختن موی سر و اینچنین خوشبوییها از دولت‌های عرب و ترکیه با نام شیخ و شیوخ. امیدوارم که به شما ان شاء الله که پسند میآید. عموما ما کوشش میکنیم که برای شما محصولات‌های بهترین را پیشکش کنیم. برای تماس بر رقم‌های باوری ان شاء الله که در تماس باشید. با خیر در امان خدا. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم دوستان عزیز هواداران سامانه رحیم پروداکشن ساعت 9 شب شده به نزد پدر اومدگیم دوستان عزیز با دقت نورا تماشا کنین ان شاء الله سخن‌های بهترین کارهایی هست که برای پدر برای شما برای نفرانی که در اینستاگرام در یوتیوب نورا تماشا کردن به نهایت دل 99% مردم نمیخواد آب شید برای اشکی پدر برای برادر عزیز خواهشمندم یک دستگیری کنین دوستان عزیز در نوار دستگیریتون به نهایت است به خاطر پدر به خاطر فرزندش به خاطر مادر یک دستگیری کنین دوستان عزیز این نوبت نوار تماشا کنید که ما در ساعت 9 شب به نزد پدر اومدگیم باز میریم همراهشون صحبت میکنیم دوستان عزیز اینا پدر جان خداش سلام علیکم بدور بده پدر جان سلامتی خوب ناراحت نکردیم اخی نه چون خوب نبودین اخی نه ولی برات باور میکنین پدر جان آبی اشک یک مادر دستگیری یک مادر ما را وادار کرد که در ساعت 9 شب بخزیم پیش شما بیام که بسیار نفران نوارا نتونستن موتیواسیا داده به کدام خاطر یک وقت نامساعد شد یا اینکه دستگیری مردم ان شاء الله که نوارا باید همه کس دستگیری کنن برای شما پدر جان باز ما میخوایم که صحبت درتون کنیم شبای همسایه خلل نرسونیم برای یک سخن خوب میگیم بعد میگیم چه خیلی همسایه دارین در دهات میدونیم برادر جان در نزد مادر بسیاری گفتن که مادر ساز بود پدر ساز یا زندگی خیلی نیستن همین سخنان رو حقیقت چه میخوام که در پیش اینا فرزندا ببینیم که بعضی نفرها هست که شاید برای خود دستگیری کردن نمیخوام هم چیز حیرانی اما بعضی نفرها میشه که کسی دستگیری کردنی میشه تلخشون میکفه عجایب انسان هستن اونا با فکرم بیگانه نه یگون که همو هر کسی هست ای دورین ما ای آدمی هست که پیشروی ما را نمیخواد پدر جان اجازه دست یک بار صحبت کنیم ریال ما شما بتیم عذاب یعنی فرزند شما را که طول 31 سال هم خله عذاب هم مادر که ساخته نیست همه چیز دوستان عزیز اینا منزلی که در اومدگی ما اینا جای فرزند کلیونکا موندگی برای جزیر نشدن حتی در تنش هم پامپرس پدر جان 24 ساعت پامپرس قطعه اینا درجه پامپرس اینا جای خوبی پدر اینا مادر عزیز در همه جایی که در همه کلبه همشون خواب میرن شو پیشتر همراه پدر همراه مادر دوستان عزیز حاجی پرا گپ میزنیم ان شاء الله بختون میبینه شاهد حال میشین و همه خاطر بیا اجازه هست مادر جان اجازه بشین یک صحبت مادر جان سازی خوبی سلامتیات خوبن بچه چه خیلی شناختی بچه تا کیه سنت الله دوستش میداری دوستش نمیدارم گلک تای خودم گلک دوست نمیدارم در نوت بودم چه جانه خدا میتد و نگهش رو برای خدا با خدا چکار ای دوستش بیا میکنه سلامت باشیم مادر جان با همراه پدر صحبت کنیم پدر جان سلامتی خوبن همه تینجان امروز هم ساعت 9 بعد شب ما مجبور شدیم که به نزد شما بیام معذرت که در نیم شب ناراحت کردیم برای سخن مادری از اینستاگرام اومدگیم برای سخن مردمی که گپ زد 99% مردم به نهایت سخنای خوب گفت دستگیری کردن سال ختون زنگ زدن ان شاء الله
همه چیز حقیقتا در طول 31 سال فرزند شما با همین حال بود؟ چی بگم 4 سال 5 سال شد بعد چیش کساش وزبین شدن ما مایدکشته نفهمیدیم خیلی غیلدگی بود سو رنگ دیگری فرزندان شسترک نبوده با اساس این عصبش بود چی بود که خیلی دیگه دخترم بردیم هیچی نتونستن گفتن مادر زاده چیه برد اگر دختر بردین تو قدر امکان کوشش کردی نه؟ کردم تو حاضر کوشش میکنم مثل میکردم به همین نوارو اما خیلی نشد خیلی عصبش چیه بعضی نفر میگه پدرجان که ایو سوز بودن همه چی بودن وقت ای خیلی او خیلی گپی مردم وقتی یک سخنی مردم به نهایت ما در سق رسید که نمیدونم او شیر انسان خوردگی او شیر حیوان خوردگی همون کامنتر شد ما چیزون ده دروغ میگیم اخی ما فرزندم خیلی اینا 30 سال 32 سال شد اینا ما میره نگاه کردم قوت رسید حاضر اینا سلامتین بیزه با بچم در ترمه گودکوش بسیار مکتب خونه زور نرسید بچه‌تون در کجا در ترمه در کجا؟ تاتارستان ترمه 8 سال ترمه ده 8 سال دادگی پسر 8 سال دادگی دختراش کلون 15 16 12 7 بسیار نفرا در حق کلینتون دعا کردن همه کلین همسری انا و پسری که در محبس همونای همسری ما یک کلین داریم این بچه ما عسکری چی بگم سپویزه نیست اینم فهمو یعنی سه پسر داریم پسری کلونی که زندگی را باید پیش بره طول چند سال چی در محبس 5 سال شد الکی 8 سال دادگی 5 سالش گذشت در محبس 6 سال رفته است 6 سال رفته است سلامتیش خوبه همراهتون زنگ میزنه ها زنگ میزنه ترمه اخی بله پدر جان حالتی که این فرزند بیمار بودی خیلی با گپ چپی او را شنیدین ترمه برای شما شاید که همون نفری بود که در زندگی کمی دستگیری میکرد شما ما خیلی چی بودم که هم بچم کم یادم میده که هم نصیب دست اونم غلطی ده دیگه موندیم زندگی را خیلی پیش میبردیم پدر جان ما هم کم کار میکنم نمیتونم همه روز با روز میده 1 کیلو قنده 1 کیلو پچینگای بسیار ما با گوشت پوشت نبودیم رستیگه همی بوده که دیگه هم میکردیم همون هم زور نرسیده کسل خودم کسل دیل و همون مراجعت کردم که همین یک چیشه که کمتر این اوچش اگر عقلا با سوز باشد ما با اصلا میغلطه اویلتون طول چند سال ای عقل بیگانه شدگی؟ این هم همین روی اغم همی شد فکر کرد 10 سال شده یم پنسیون دیره 2 ساعت سنمش نواک پنسیون دیره پیش ای سوز بود مادره؟ پیش سوز بود همی را نگاه میکرد تو چند ساله تو 15 سالگی شد فرزند دیگری تو باز در چند سالگی از دست دادگی نه او چند سالگی ده بود؟ اون یکمگی فرزند 9 ماه بود 9 ماه؟ تمپراتور شد ما کماندیروف کردم اومدم 3 بیگه 8 گوزه دارو کردیم یک فرزند یکم 10 سال پیش ای 10 سال پیش ای؟ 82 بود اینک 6 فرزند دارم 3 بچه 3 دختر دخترها با زندگی خودشونن بسیار یعنی او چش مزش نیست همه خیلی در پشت میگرده همه مدر قینم بچه هم پیش اینه مثل گفتم که یه مدر 600 سم 700 سم میره هر جای 3-4 مرتبه ما اینو توضیح میکنم کلین هم گوی یردم میتا همه ایدی همه هم ده اینه بینن چکنن سنجان ای جای دروغش نیست ما فرض من اگر فرزند من خیلی میکنم خیلی بینایش سوزه میبینه که جناب بینایش سوزه شنوایش سوزه همه خیلی عصب نمیفهمه تار خشکش در جوش اینه کلون کم قینه اینه همین کسالبونی قینه یک بار توزش میکنم دم نفس میگیره بوچ کرده بار بابشو بیو ای بیرون هوش کردن هم خطون هوش میکنه پدر جان کی میکنه دیگه اوچش نتونه کنه زنه کنه و بله خودم مرده کم باشم و خیلی وزبینه و الکی بله سنی سالش که کلونش دگه بزبالش دگه وزمینه راستی که نمیتونم همین نفس گیرک دارم که دولینی هم کسل دید یکمی بردارمش بومی پارتمش میسته که با تو نفس راست میکنم بومی برمیشون توزش میکنم بانیره با میگیری میوریم خودش میمون با کنش راه میگرده قدام میگیرم با هم بولو بروردن بله پدر جان خداوند مشکلتون آسان کنه پدر جان بسیاری گفتن که پدر سوالای قینتین یگان گپ ایزوتی گپ نزنین دوستان عزیز سخن ما برای چیه که همه را میخوایم که برای شما پرا گپ زنیم
تو همین قدر وقت زندگی را پدر جان یگان حالتی شد که پاکیزه زندگی دل مونده شد. مقصد یک بار یک فرزند از دست دادن، این فرزند بیمار، بالای فرزند دیگری در محبس، مادر در این حال همسرتون. مقصد در یک اویله کلون یک نفر تاخه مونده که یک اویله خوشبخت مثال چخیل یک بار همین مصیبت ها پی در هم. خیر ما با همش طاقت میکنیم. خداوند که همین تقدیر همین چی بگم مر میسنج خداوند ما را سنجش دادگی ما با خداوند باور داریم. همون حالت ها وزمین ترین روزهای شما بوده نه؟ شکر میکنیم که ما اینم خیلی تسلی هم داریم. من شکر میکنم با تسلیش هم دادی خداوند با دونات سوزش میرم. بله پدر جان انشالله ما ناامید نیستیم. مادر عزیز از اینستاگرام خوب گوش کنین، نوارا شاید شما بینین. برای ما $100 دادن پدر جان، برای ما $100 دادن. دیگر نفرها گفتگی که ما در دست رحیم پول دادگیم. کسی همتری گفته که 6000 چند سوم 6600 سوم در دست رحیم دادیم که میاره میتادن. رحیم گفت که همه دادی آدم در کوره شما گرفتیم مکتوم نه. دوستان عزیز هر چیزی که ما را دادگی ما در روی اکران گپ میزنم. یگان کس پدر بجز از زمین مادر همین بیگاه ما رفتم در پیش کاخی باربد در طرف سنتر. اینا برای ما $100 امریکایی را، یعنی $100 امریکایی را پدر جان داد که در پدر بتین یا یگان پروداکت بخریم ما فجان خوبتر بهتر میشود. پدر اخشا بتین بهتر خوبتر همیه. نوار شما را اینستاگرام تماشا کردگی اول خداوند دعا میکنم که عمرش دراز کنه و که این خیل مادرای خیل پدرای خیل برادرای دلسوز هستن که در حق شما دعا میکنن دستگیر میکنن. این $100 هم بهترینه. انشالله که با یک ماه دو ماه پامپرس پولش میشه، مثل یک پروداکت میشه. خیر الحمدلله هر چیزی که باشه. با این خاطر پدر به همون مادر چی گفتنی؟ خداوند طول تا کسب کارش برکت، صحت، سلامتی، تنی صحت، گذشتگیش رحمت و مغفرت کنه. خداوند درد غم نبینه، خوشی زندگی اردو الله اکبر. انشالله که نفری که گفتگی 6600 سومون رحیم دادگیم التماس وجدانت کمتر عذابت بتا. باز من عمرش میگیرم زمین میزنم وجدانت کمتر عذاب تا چی با دروغ میزنه که رحیم ما 6600 سومون دادگیم پدر بیاره بتا. تو چی با در کارتای پدر نپرتافتی؟ در روی اکران کارتای خود هست پدر جان؟ در روی اکران نوشته است که هم که 6600 نه در امی کارتایی که در ویدیو پارت موندیم ویدیو رو تماشا کردیم پدر جان. کارتای ختم بود، نمره تلفن ختم بود. هر کسی که پارتوف پول داده ختم اومده سک. چند تا شوخه مثل ماشینیکی میکنم من گفتم تمام تا دیگه چین ما یک کد روی کمیته کن. اما ماشینیکا زنگ میزنن. میزنم من چند بار فریم کردم. بله. میگم همه چیزی هست دامون نوار هم رو ببینید. فوراتون نه من هیچ گفتن نمیتونم چیز زیادی ایجاد نمیکنم. دوستان عزیز الحمدلله پدر جان در آخر برای نفرانی که نوار تماشا کردن هر کسی در پخش مستقیم التماس همین نوار یا لایک مون یک کامنتر بنویس. نوار با دوستو با رفقات و پدری سکنین بهترین میشه که برای پدر دستگیری میشه. این کارتاش در روی اکران همه نام فامیل همه اخشه بهتر خودتر میشه. بالای فرزند در ملک غریبی در محبس یگون نفری ندارن که دستگیری کنن بهتر خودتر میشه. پدر در آخر چی گفتنی با اون نفرانی که همه کار خیر میکنن ان شاء الله؟ خیر گفتنیم که چرا کار خین رسی اما عید استخدام گذشتگی و همه امیو دودارو خواهرو اکاها همشون تنی صحت دلی بیغم خاطری جان و در کارشون برکت. خدا دولتشون زیاد کنه، صحت سلامت بیان با پیش فرزندانشون گذشتگانشون رحمت و مغفرت. الله اکبر. دوستان عزیز الله نگهبانتون. یک بار هر کس پخش مستقیم میده یا لایک کامنت در این نداره.